مایکل جکسون فقط یک ابرستاره نبود، بلکه قربانی شرایط سختی بود که زندگیش را تحت تأثیر قرار داد. فراتر از عمارت‌ها، شهرت جهانی، ثروت هنگفت و تورهای بزرگ، مردی شکسته بود که زندگیش سرشار از مشکلات عاطفی، خشونت و به ویژه تنهایی عمیق بود. اگر فکر می‌کردید که اون زندگی پر از شکوه و تنها چند مشکل داشت، سخت در اشتباهید. با شنیدن داستان زندگیش به طور کامل، ممکن است دیدگاه شما درباره اون به کلی تغییر کند. در این روایت کمتر به آلبوم‌ها و تورهایش می‌پردازم و بیشتر بر زندگی شخصی و افکار تاریکش تمرکز می‌کنم. از پدری سختگیر و خشونت‌طلب گرفته تا روزی که این دنیا را ترک کرد. در آگوست 1958 در شهری صنعتی کوچک به نام گری در ایالت ایندیانا پسری متولد شد که دنیای سرگرمی را برای همیشه تغییر داد. خانواده‌اش از طبقه پایین جامعه بودند. جوزف جکسون به همراه همسرش کاترین 3 دختر و 5 پسر داشت. مادرش زنی مهربان بود، اما پدرش بسیار سختگیر و منظم بود. او همیشه به دنبال بهبود وضعیت زندگی خانواده بود، اما تصمیماتی که برای رسیدن به این هدف گرفت، تأثیرات عمیقی بر سلامت روانی مایکل گذاشت. جوزف از کودکی متوجه استعداد فرزندانش در آواز و رقص شد و تصمیم گرفت یک گروه خانوادگی تشکیل دهد. مایکل که تنها 6 سال داشت، به این گروه پیوست. پدرش به سرعت نقش مدیر را بر عهده گرفت و با سختگیری شدید فرزندانش را وادار به تمرین‌های طاقت فرسا کرد، چرا که باور داشت آنها استعداد موفقیت در دنیای موسیقی را دارند. چند سال بعد گروه جکسون 5 در یک مسابقه استعدادیابی برنده شد. این موفقیت باعث شد که گروه در بارهای، سالن‌های محلی، مدارس و کلوب‌های شبانه به اجرا بپردازند. در سال 1967 جوزف گروه را حرفه‌ای کرد و اولین قرارداد موسیقی آنها را امضا کرد. موفقیت گروه روز به روز بیشتر میشد، اما پشت این موفقیت‌ها یک واقعیت تلخ نهفته بود. جوزف نه تنها سختگیر بود، بلکه به خشونت فیزیکی نیز متوسل میشد. او هنگام تمرین‌ها فرزندانش را کتک میزد و فریاد میکشید تا مطمئن شود همه چیز بی‌نقص پیش میرود. مایکل بعدها در مصاحبه‌ای گفت او با کمربندی در دست ما را تماشا می‌کرد. اگر اشتباه می‌کردیم ما را نابود می‌کرد. ما نه تنها تمرین می‌کردیم بلکه از ترس او مضطرب بودیم، چون اگر چیزی را درست انجام نمی‌دادیم تنبیه می‌شدیم. این را بارها تجربه کردم. در مصاحبه‌ای دیگر وقتی از مایکل پرسیدند که آیا پدرش فقط از کمربند استفاده می‌کرد، او با اشک پاسخ داد: چطور می‌توانی چنین چیزی بپرسی؟ سپس اضافه کرد: از سیم‌های فلزی یا هر چیزی که دم دستش بود. سالها بعد مایکل در گفتگویی با اپرا گفت او بسیار سختگیر و خشن بود. فقط نگاهش کافی بود تا بترسم. گاهی آنقدر از او میترسیدم که حالت تهوع میگرفتم. با این حال موفقیت‌های جکسون 5 ادامه یافت. در میان اعضای گروه مایکل به دلیل استعداد فوق‌العاده‌اش در رقص و آواز بیشتر مورد توجه قرار گرفت. با وجود سن کمش، او به عنوان یک نابغه موسیقی شناخته میشد. در سال 1969 جکسون 5 برای اولین بار در یک برنامه تلویزیونی به نام میس بلک امریکا حضور یافتند. این برنامه که توسط صدها هزار نفر دیده شد، باعث شهرت بیشتر آنها شد. بسیاری از مصاحبه‌ها تقریباً به طور انحصاری روی مایکل متمرکز بودند و مجلات مشهوری مانند رولینگ استون او را نابغه‌ای جوان معرفی کردند. در همان سال مایکل که تنها 11 سال داشت به همراه گروه آهنگ آی وانت یه بک را منتشر کرد. این آهنگ به یک موفقیت بزرگ تبدیل شد و به پرفروشترین ترانه در ایالات متحده تبدیل گردید. در این آهنگ مایکل نقش خواننده اصلی را داشت و این موضوع باعث شد بیشترین توجه ها به او معطوف شود. این نقطه عطف مهمی بود که مسیر مایکل را برای تبدیل شدن به یکی از بزرگترین ستارگان موسیقی جهان هموار کرد. مایکل جکسون همزمان با همکاری با برادرانش به طور مستقل وارد دنیای موسیقی شد و هر آلبوم جدیدی که منتشر می‌کرد به تدریج به موفقیت‌های بیشتری دست می‌یافت. او کم کم خود را آماده می‌کرد تا آلبومی را منتشر کند که نقطه عطفی در حرفه انفرادیش باشد، آلبوم مشهور اوف د وال. تا آن زمان مایکل و گروه جکسون 5 به عنوان ستاره‌های بزرگ شناخته می‌شدند، اما پشت این موفقیت‌ها پسرکی بود که دوران کودکیش را از دست داده بود. تمام این موفقیت‌ها با بهایی سنگین به دست آمده بود، کار طاقت فرسا و از دست دادن دوران کودکی. مایکل در سن 20 سالگی 14 آلبوم با گروه جکسون 5 و 4 آلبوم به طور انفرادی منتشر کرده بود که در مجموع 18 آلبوم میشد.
او از 6 سالگی وارد صنعت موسیقی شده بود، به این معنی که بیش از یک آلبوم در هر سال منتشر می‌کرد. در حالی که او در حال رسیدن به موفقیت‌های بیشتری بود، مشکلی جدید در زندگیش ظاهر شد: جراحی‌های پلاستیک. در سال 1979 هنگام تمرین رقص، مایکل به زمین افتاد و بینیش شکست که نیازمند جراحی شد. این جراحی ابتدا به عنوان یک ضرورت پزشکی برای حل مشکلات تنفسی ناشی از شکستگی بینی معرفی شد، اما تغییرات زیبایی نیز در آن صورت گرفت و بینی او باریک‌تر شد. مایکل در مصاحبه‌ای با اپرا وینفری گفت: پدرم همیشه به من میگفت بینیم بزرگ است و چهره‌ام زشت است. این گفته‌ها می‌تواند به مشکلات عمیق روانی او اشاره داشته باشد. ممکن است مایکل از اختلالی به نام دیسمورفیا یا اختلال بدریخت انگاری بدن رنج می‌برده باشد. این اختلال زمانی اتفاق می‌افتد که فرد به طور وسواسی نگران نقص‌هایی در ظاهر خود است، حتی اگر آنها وجود نداشته باشند. مایکل در خانواده‌ای بزرگ شد که در اون پدرش به طور فیزیکی و کلامی او را آزار می‌داد. انتقادهای مداوم از ظاهر، به ویژه از سوی والدین که نقش بزرگی در شکل‌گیری اعتماد به نفس و تصویر فردی دارند، می‌تواند منجر به بروز تصویر بدنی منفی در فرد شود. دیسمورفیا نه تنها باعث تغییر در نگرش فرد نسبت به خود می‌شود، بلکه می‌تواند او را به سمت رفتارهای آسیبزای جسمی، از جمله انجام جراحی‌های پلاستیک متعدد و پرخطر سوق دهد. مایکل جکسون علاوه بر مشکلات مرتبط با جراحی‌های پلاستیک، با مسائل عمیق روانی مانند اضطراب و افسردگی دست و پنجه نرم می‌کرد که در موارد شدید می‌توانست به خودتخریبی منجر شود. زندگی او و جراحی‌های متعددش نشان از مبارزه بی‌پایان با تصویر خود داشت. این مسئله به وضوح نشان می‌دهد که چگونه زخم‌های دوران کودکی می‌توانند به روش‌های عمیقاً آزاردهنده در بزرگسالی بروزه کنند. مایکل در مصاحبه‌ای گفته بود: نمی‌توانستم به آینه نگاه کنم. صورتم را در تاریکی می‌دیدم و تنها به خودم خیره می‌شدم و گریه می‌کردم. هر روز گریه می‌کردم. در سال 1982 مایکل جکسون آلبومی را منتشر کرد که همه چیز را تغییر داد. آلبوم افسانه‌ای تھریلر. این آلبوم نه تنها جهان موسیقی را تکان داد، بلکه به سرعت به پرفروشترین آلبوم تاریخ تبدیل شد. در فوریه 1984 این آلبوم 8 جایزه گرمی کسب کرد و رکوردی بی‌سابقه به جا گذاشت. آهنگ‌های بیت هیت، بیلی جین و تھریلر به محبوبیت فراوانی دست یافتند و این آلبوم بیش از 66 میلیون نسخه در سراسر جهان فروخت، هرچند برخی تخمین‌ها نشان می‌دهند که این تعداد بسیار بیشتر است. تھریلر نه تنها موفقیت تجاری عظیمی به همراه داشت، بلکه موزیک ویدئویی آن به طور قابل توجهی صنعت ویدئو موزیک را متحول کرد. این ویدئو موفق شد اولین جایزه MTV ویدیو میوزیک اوورد را در سال 1984 به دست آورد که بعدها به افتخار مایکل به نام او تغییر یافت. مایکل جکسون تنها به موفقیت‌های خود بسنده نکرد، بلکه کمک‌های خیریه فراوانی انجام داد. در سال 1985 او در پروژه We Are The World شرکت کرد که بیش از 60 میلیون دلار برای کمک‌های انسان دوستانه در آفریقا جمع آوری کرد. این آهنگ خیریه که توسط مایکل جکسون و لایونل ریچی نوشته و توسط کوینی سی جونز تهیه شد، هنرمندان مشهور بسیاری را گرد هم آورد. همچنین در همین دهه مایکل برای اولین بار حرکت معروف رقص خود، مونوک، را در یک برنامه تلویزیونی اجرا کرد. اگرچه این حرکت پیشتر توسط هنرمندان دیگر انجام شده بود، اما مایکل جکسون بود که آن را به امضای هنری خود تبدیل کرد. اما در کنار موفقیت‌هایش، اتفاقی تراژیک نیز در سال تھریلر رخ داد. در 27 ژانویه 1984 هنگام فیلمبرداری یک تبلیغ برای شرکت پپسی در لس آنجلس، یکی از جلوه‌های ویژه دچار نقص شد و آتش به سر مایکل گرفت. با وجود تلاش‌ها برای کمک به او، آسیب جدی وارد شد. مایکل دچار سوختگی‌های درجه دوم و سوم در قسمت بالای سرش شد و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد. برای درمان آسیب‌ها، جراحی‌های متعددی از جمله پیوند پوست انجام شد. مایکل از پپسی شکایت کرد و 1.5 میلیون دلار غرامت دریافت کرد که تمام آن را به مرکز پزشکی بیماران سوختگی برودمن مدیت سنتر اهدا کرد. با این حال، این حادثه علاوه بر آسیب جسمی، تأثیرات عاطفی و روانی شدیدی بر مایکل داشت. او که از قبل به شدت به ظاهر خود حساس بود، با فشار ناشی از تغییرات فیزیکی و انتقادهای عمومی دست و پنجه نرم می‌کرد. همچنین این حادثه باعث افزایش احساسات منفی او شد. درد مزمنی که از این حادثه و جراحی‌های بعدی به جا ماند، مایکل را به مصرف مسکن‌های قوی سوق داد. این داروها در نهایت منجر به اعتیاد او شدند.
مسئله‌ای که تأثیر بسیار مخربی بر زندگی و سلامتی او داشت. در سال 1987 مایکل آلبوم بعد را منتشر کرد که موفقیت تجاری دیگری برای او به همراه داشت. این آلبوم حدود 35 میلیون نسخه در سراسر جهان فروش کرد و مایکل را به اوج شهرت و موفقیت حرفه‌ای رساند. با این حال، این آلبوم سرآغاز افولی تدریجی در زندگی شخصی او بود. آلبوم بعد مجموعه‌ای از موفقیت‌ها را تولید کرد که به ده‌های برتر لیست‌های بیلبورد رسیدند. از جمله بعد The Way You Make Me Feel، Man in the Mirror، Another Part of Me، Smooth Criminal و دیگران. درآمد آهنگ من این دمیرر به یک سازمان خیریه اهدا شد که به کودکان مبتلا به سرطان کمک می‌کرد. با انتشار آلبوم، تور جهانی بعد نیز آغاز شد. این تور از 12 سپتامبر 1987 در توکیو شروع شد و در 27 ژانویه 1989 در لس آنجلس به پایان رسید. به این ترتیب 2 سال و 4 ماه طول کشید. این تور بیش از 4.4 میلیون طرفدار را به خود جلب کرد و در حدود 123 کنسرت برگزار شد. پیش بینی می شود که تور جهانی بعد بیش از 160 میلیون دلار درآمد داشته است که آن را به یکی از پردرآمدترین تورهای تاریخ تبدیل کرد. همچنین او مزرعه‌ای به قیمت 18 میلیون دلار در کالیفرنیا خرید و مساحتی به اندازه 1001 هکتار را به نام نیورلند نامگذاری کرد که در سال 1989 افتتاح شد. در داخل نیورلند امکانات مختلفی شامل یک سالن سینما، یک باغ وحش، یک پارک تفریحی، چرخ و فلک، قطار طولانی و یک رولر کوستر وجود داشت. این امکانات برای سرگرم کردن کودکان مبتلا به بیماری‌های لاعلاج که در این مزرعه حضور داشتند طراحی شده بود. مایکل همواره به این کودکان کمک‌های انسان دوستانه می‌کرد و به این مکان برای حفظ ارتباط نزدیک با دوران کودکی خود نیاز داشت. او به افراد مشهوری همچون موکاولای کالکین و کوری فلدمن نیز دعوتنامه داد. نام این مکان به سرزمین نیورلند در داستان پیتر پن اشاره دارد، جایی که بچه‌ها فقط بازی می‌کنند و هیچ وقت بزرگ نمی‌شوند. آلبوم و تور ذکر شده نه تنها از نظر تجاری و انتقادی موفقیت‌های بزرگی به دست آوردند، بلکه نقطه عطفی در تغییر نحوه دیدگاه جهان به مایکل جکسون به شمار می‌روند. او در این دوره به یک نماد جهانی تبدیل شد و محبوبیتی بی‌سابقه به دست آورد. در همین دوران کتاب خود زندگی نامه‌اش با عنوان مونوک منتشر شد که نگاهی دقیق به زندگی و حرفش ارائه داد و به یک پرفروش تبدیل شد. در این کتاب جکسون می‌نویسد: من یکی از تنها ترین انسان‌ها در جهان هستم. مایکل جکسون در این کتاب از تنهایی به عنوان یکی از سخت‌ترین جنبه‌های زندگی و شهرتش یاد می‌کند. انزوایی که به رغم یا شاید به دلیل شهرت جهانیش احساس می‌کرد. او به جایی رسیده بود که هویت فردیش در سایه افسانه‌ای که خود ساخته بود محو شده بود. لقب شاه پاپ او را با تحسین‌های وسیع مواجه کرد، اما در این حال مانعی غیرقابل عبور بین او و سایر انسان‌ها ایجاد کرد. به نوعی به دلیل موفقیت بی‌نهایت مردم دیگر او را به عنوان یک انسان نمی‌دیدند، بلکه او به فرصتی برای خبرنگاران، قراردادی میلیونی برای تولید کنندگان و سکویی برای هنرمندان تازه‌کار تبدیل شده بود. شاید جکسون احساس می‌کرد که انسانیتش به کالایی برای معامله تبدیل شده است، به طوری که احساسات و خواسته‌هایش کنار گذاشته شده و او تنها یک شی شده است. به طور پارادوکسی کار، او در میان میلیون‌ها طرفدار و محیطی که دائم چیزی از او می‌خواست، ممکن بود به تنهایی شدیدی دچار شده باشد. در سال 1991 آلبوم دینجرس را منتشر کرد و مانند همیشه هر چیزی که جکسون به آن دست می‌زد به یک موفقیت تجاری و انتقادی تبدیل شد. تگ آهنگ‌هایی همچون بلک اور وایت و رمیمبر د تایم در صدر لیست‌ها قرار گرفتند. یک سال بعد تور جهانی دینجرس را برگزار کرد که موفقیت بزرگی بود و موقعیت جکسون را به عنوان یک سوپر استار جهانی تثبیت کرد. پس از آن در سال 1993 در شوی نیمه زمانه سوپر بول شرکت کرد که این رویداد نمایش‌های نیمه زمان را به طور کامل دگرگون کرد. با این حال در آگوست 1993 جهنم شروع شد. پلیس لس آنجلس تحقیقات خود را پس از اتهامات جردن چندلر، یک کودک 13 ساله و پدرش اوان چندلر مبنی بر رفتار نامناسب جکسون آغاز کرد. این موضوع یک جنجال رسانه‌ای عظیم برای این هنرمند به وجود آورد و پس از آن خانه جکسون در مزرعه نیورلند مورد بازرسی قرار گرفت.
خانه نیورلند توسط پلیس مورد تفتیش قرار گرفت، اما مقامات هیچ مدرک قانع کننده‌ای پیدا نکردند. در همان زمان مایکل جکسون در حال تور جهانی بود و خبر این بازرسی موجی از شوک در دنیای سرگرمی ایجاد کرد. با این حال 4 ماه بعد جکسون مجبور شد یک معاینه بدنی انجام دهد و مقامات از اندامهای خصوصی او عکسبرداری کردند. این تصاویر برای مقایسه با توصیفاتی که جردن چندلر ارائه داده بود استفاده شد. این رویداد به منبعی بزرگ از تحقیر و استرس برای جکسون تبدیل شد و پوشش گسترده رسانه‌ای دریافت کرد. این اتفاقات همراه با انتقادات و نظرات جهانی جکسون را وارد دوره‌های شدید استرس کرد که به مشکلات جدی سلامت روانی مانند افسردگی و بیخوابی منجر شد. به احتمال زیاد این مسائل باعث شد که او به مصرف داروهای شیمیایی روی بیاورد. برای مقابله با بیخوابی جکسون مصرف داروهایی مانند والیوم را آغاز کرد تا بتواند به زندگیش ادامه دهد. در ژانویه 1994 مایکل جکسون و وکلایش به توافقی مدنی رسیدند. هرچند تحقیقات کیفری همچنان ادامه داشت، جکسون و خانواده چندلر خارج از دادگاه به توافق رسیدند. گفته می شود این مبلغ بین 15 تا 25 میلیون دلار بود. جکسون همیشه بیگناهی خود را اعلام می کرد و تیم حقوقی او تاکید داشتند که این توافق به منظره پذیرش گناه نیست و صرفاً برای پایان دادن به این ماجرا و ادامه زندگی جکسون انجام شده است. در همین دوره جکسون اولین ازدواجش را با لیسا ماری پورسلی، دختر الویس پورسلی، انجام داد. لیسا ماری در مصاحبه‌هایی گفته است که جکسون در دورانی سخت به او نزدیک شد. او در حال طلاق بود و جکسون با اتهامات آزار جنسی کودکان روبرو بود. بسیاری از رسانه‌ها و عموم مردم این ازدواج را نوعی حیله روابط عمومی می‌دانستند، به ویژه به دلیل اتهامات جکسون. این ازدواج کمتر از 2 سال دوام آورد و با طلاق به پایان رسید. لیسا ماری در مصاحبه‌های اشاره کرده که یکی از دلایل طلاق وابستگی جکسون به داروهای تجویزی بود که او تلاش کرد اما موفق نشد به او کمک کند. در نوامبر 1996 جکسون بار دیگر ازدواج کرد، این بار با دبیرو که به عنوان دستیار پرستاری در کلینیک دکتر آرنولد متخصص پوست کار می‌کرد. این ازدواج باعث تولد اولین فرزند جکسون، مایکل جوزف جکسون جونیور مشهور به پرینز، و دومین فرزندش پاریس مایکل کاترین جکسون شد. دوبیرو اظهار داشته که جکسون را دوست داشته، اما بسیاری این ازدواج را بیشتر تجاری تا عاشقانه توصیف کردند. جکسون و رو به صورت متعارف با هم زندگی نمی کردند و او در مصاحبه هایی گفته که نقش اصلیش فراهم کردن فرزند برای جکسون بوده است. این ازدواج نیز زیاد دوام نیاورد و 3 سال بعد آنها از هم جدا شدند. حضانت کامل کودکان به جکسون واگذار شد. این موضوع به ویژه فرزندان جکسون منبع انتقاد و جنجال‌های زیادی بود. برخی حتی در مورد پدر بیولوژیکی بودن جکسون سوال کردند. در این دوران وابستگی جکسون به داروهای شیمیایی بیشتر شد، اما در سال 1999 حادثه‌ای وضعیت او را بدتر کرد. در حین اجرای یک سری کنسرت، سکوی نگهدارنده‌ای که او روی آن ایستاده بود دچار نقص شد و به جای فرود آرام با سرعت پایین آمد و به ستون فقرات جکسون آسیب زد. با وجود درد شدید، جکسون روی صحنه نهایت تلاش خود را کرد، اما پشت صحنه از شدت درد بیهوش شد. این حادثه باعث آسیب دائمی به ستون فقرات او شد و درد مزمنی برایش به همراه آورد. این درد تنها با مصرف بیشتر مسکن‌ها کنترل می‌شد و وابستگی جکسون به این داروها شدت یافت. در سال 2000 محبوبیت مایکل جکسون همچنان بسیار زیاد بود، اما نشانه‌هایی از افول نیز دیده می‌شد. در سال 2003 مستندی منتشر شد که بار دیگر جکسون را در مرکز جنجال‌ها قرار داد، اما این بار شرایط بسیار بدتر بود. این مستند با نام زندگی با مایکل جکسون ساخته شد که در آن خبرنگار بریتانیایی مارتین بشیر طی 8 ماه با جکسون زندگی کرده و او را مصاحبه کرد. این مستند بسیار جنجالی بود، زیرا جکسون در آن به صراحت اظهار داشت که با کودکان می‌خوابد. بشیر بارها از جکسون پرسید چرا کودکان را به اتاق خود دعوت می‌کند و جکسون در پاسخ تاکید کرد که این کار طبیعی است، به ویژه وقتی فرزندان دستان یا خویشاوندان نزدیک باشند. او همچنین گفت که بسیاری از کودکان از جمله فرزندان خانواده کالکین در تخت او خوابیدند. با این حال جکسون هر گونه انگیزگی جنسی را به شدت رد کرد. رسانه‌ها به شدت به جکسون حمله کردند و این اظهارات باعث شد نظر عمومی نسبت به او به شدت تغییر کند. جکسون احساس خیانت از سوی مارتین بشیر کرده و ادعا کرد که این مستند تصویری تحریف شده از رفتار و شخصیت او ارائه داده است. او گفت که در نسخه نهایی بشیر تنها بخش‌هایی را استفاده کرده که دیدگاه منفی او را نسبت به جکسون تایید می‌کرد. حتی مادونا نیز درباره این مستند اظهار نظر کرد و گفت
من این مستند را ندیدم، اما به نظر می رسد که بشیر از یک دوستی سوء استفاده کرده و با تحقیر عمومی فردی سعی کرده به نفع خود عمل کند. اما چرا جکسون علاقه‌مند به بودن در کنار کودکان بود؟ مایکل نه تنها از بودن در کنار کودکان لذت می‌برد، بلکه به نظر می‌رسید خودش نیز می‌خواست مانند آنها باشد. در بسیاری از ویدئوها رفتارهای کودکان از او دیده می‌شود که معمولاً به افراد بسیار جوانتر تعلق دارد. آیا او این کار را فقط برای نزدیک شدن به کودکان انجام می‌داد یا موضوعی عمیق‌تر پشت این رفتار وجود داشت؟ از نظر روانشناختی این نوع رفتار می‌تواند به عنوان نوعی پسرفت رگریزن در نظر گرفته شود که فروید آن را به عنوان یک مکانیزم دفاعی معرفی کرد. در این مکانیزم فرد به حالت رشدی قبلی خود باز می‌گردد تا از استرس یا تروماهای احساسی فعلی فرار کند. در واقع جکسون تنها مورد ثبت شده در این زمینه نیست. افراد دیگری در دنیای هنر مانند بریتنی اسپیرز یا جودی گارلند که با شهرت، موفقیت یا شرایط زندگی شدید در دوران جوانی مواجه بودند. نیز به نظر می رسد که در بزرگسالی با مشکلات احساسی یا رفتاری دست و پنجه نرم کردند. در مورد جکسون این پسرفت در رفتار، نگرش‌ها و فعالیت‌هایی که با دوران کودکی مرتبط است نمایان بود. ممکن است او به کودکان علاقه داشت زیرا حضور آنها به او کمک می‌کرد به دوران کودکی که هرگز نداشت بازگردد. همچنین کودکان چیزی از او نمی‌خواستند. آنها علاقه‌ای به قراردادهای ضبط موسیقی، انحصاری‌های رسانه‌ای یا همکاری‌های تجاری نداشتند. آنها فقط در لحظه زندگی می‌کردند و احتمالاً یکی از معدود تعاملات واقعی و اصیل در زندگی جکسون بودند. اینها تنها تفاسیر شخصی است و قصد قضاوت یا دفاع از این رفتارها را ندارم. در ژانویه 2004 بلافاصله پس از انتشار مستند، جکسون رسماً به 7 مورد سوء استفاده جنسی و همچنین فراهم کردن الکل برای یک کودک با هدف سوء استفاده متهم شد. یک سال بعد، در سال 2005 دادگاه جکسون در دادگاه عالی شهرستان سانتا-باربارا در کالیفرنیا آغاز شد. این پرونده رسانه‌ای شد و پوشش جهانی دریافت کرد. در طول دادگاه، دادستان شاهدانی را شامل کارکنان سابقه و فعلی نورلند و همچنین کودکانی که با جکسون وقت گذرانده بودند ارائه داد. در مقابل، وکلای مدافع جکسون استدلال کردند که این اتهامات تلاشی برای اخاذی و کسب پول است و شاهدانی برای رد این اتهامات ارائه دادند. در این دوره سلامت جسمی و روانی جکسون به شدت آسیب دید. تغییراتی در ظاهر و وضعیت جسمانی او به وضوح مشاهده می‌شد و این شرایط فشار زیادی بر او وارد کرد. سرانجام پس از 14 هفته دادرسی، جکسون از تمامی اتهامات تبرئه شد. اما با وجود این، تصویر عمومی او به شدت خدشه‌دار شده بود و او سالهای پس از آن را به دور از توجه عمومی سپری کرد و با مشکلات مالی دست و پنجه نرم کرد. در مارس 2009 جکسون در یک کنفرانس مطبوعاتی در لندن اعلام کرد که قصد دارد مجموعه کنسرت‌هایی با نام دیسیزیت برگزار کند. اما سلامتی او در این زمان نگران کننده بود و استفاده روزانه او از داروها به ویژه پروپوفول شرایط را پیچیده‌تر کرده بود. پروپوفول یک داروی بیهوشی قوی است که معمولاً در بیمارستان‌ها برای جراحی استفاده می‌شود. اما جکسون از آن برای خوابیدن استفاده می‌کرد و به این ماده وابسته شده بود. او همچنین از درد مزمن کمر و بیخوابی رنج می‌برد و برای آماده شدن برای تور پزشک شخصیش دکتر موری را استخدام کرد. در 25 ژوئن 2009 دکتر موری به او دوز معمول پروپوفول را تزریق کرد، اما این بار بدن جکسون واکنش شدیدی نشان داد و دچار ایست تنفسی شد. زمانی که امدادگران رسیدند، دیگر نمی‌توانستند او را نجات دهند. مرگ جکسون به دلیل سهل‌انگاری‌ها و اهمال افرادی بود که به جای کمک به او تنها به سودآوری او توجه داشتند. مایکل جکسون با وجود تمام موفقیت‌ها و شهرتش قربانی سیستمی شد که او را به عنوان ابزاری برای منافع مالی می‌دید. داستان زندگی او نمونه‌ای از خطرات زندگی تحت فشار شهرت و بهره‌کشی بی‌وقفه از یک انسان است. جکسون با وجود تمام دستاوردهایش یک زندانی عاطفی و اجتماعی باقی ماند و یادآور این است که پشت هر ستاره یک انسان با نیازهای واقعی و احساسات پنهان وجود دارد. مایکل جکسون در طول زندگیش نه به عنوان یک انسان بلکه به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف دیگران مورد استفاده قرار گرفت. این شیء انگاری و بهره‌کشی مداوم از دوران کودکی او باعث شد که به زندگی همراه با انزوای احساسی و وابستگی به داروها روی بیاورد
شاید روشی برای خوددرمانی در مواجهه با نبود جایگزین‌های سالمتر و عشق‌آمیزتر. تأمل بر زندگی مایکل ما را با درس تلخی روبرو می‌کند. هزینه انسانی که زمانی پرداخت می‌شود که فراموش می‌کنیم پشت هر محصول یا ستاره یک انسان واقعی وجود دارد. زندگی او هشداری است در مورد آنچه ممکن است رخ دهد زمانی که افراد را به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی دیگر می‌بینیم، نه به عنوان انسان‌هایی شایسته عشق، احترام و مراقبت. اگر دوست دارید داستان‌هایی که به آن علاقه دارید روایت یا تحلیل شود، یا اگر سوال یا نظری دارید، می توانید عضو کانال شوید. کافی است روی دکمه عضویت در پایین کلیک کنید. این عضویت به شما دسترسی به مزایای انحصاری می دهد و به شدت از کانال حمایت می کنید. اگر می خواهید داستان‌ها، تحلیل‌ها و روایت‌های بیشتری ببینید، نگاهی به محتوای کانال بیاندازید. شاید داستان مورد نظرتان را پیدا کنید. از حمایت شما سپاسگزارم. تا ویدئوی بعدی بدرود.